سلام و درود خدمت دوستان عزیز. با قسمت هفتم از دوره آموزشی سیستم دیزاین در خدمت شما هستم. توی این قسمت ما قراره بررسی کنیم که کش چی هست و چه کاربردهایی داره و کجا توی سیستمی که داریم طراحی میکنیم میتونیم ازش استفاده کنیم. خب بریم اسلاید اول. خب بذارید من کش رو توسط یک مثال بهتون توضیح بدم. خب مثال از این قراره. ببینید شما معمولا دیتا رو روی هارد دیسک ذخیره میکنید. دیتابیس ها از هارد دیسک به عنوان استوریجشون، مین استوریجشون استفاده میکنن. نکته‌ای که وجود داره اینه که سرعت دسترسی به دیتا روی هارد دیسک زیاده. فرض کنید شما میخواید یک دیتایی رو از هارد دیسک بخونید و تقریبا سرعت خوندن اطلاعات از روی هارد دیسک به میلی ثانیه میرسه. یعنی چند میلی ثانیه طول میکشه تا دیتا از روی هارد دیسک خونده بشه. حالا این میلی ثانیه که میگم ممکن خیلی دقیق نباشه، ولی این رو در نظر بگیرید که سرعت دسترسی به اطلاعات روی هارد دیسک به میلی ثانیه میرسه. خب و ما میخوایم این زمان رو کاهش بدیم. چه استوریجی از هارد دیسک به نظر شما سریع‌تره؟ یعنی بعد از هارد دیسک، حالا کاری نداریم با مدل های مختلف هارد دیسک، حالا SSD، NVMe، هر چیزی هست، ما به صورت کلی میگیم بهش هارد دیسک. چه استوریجی از هارد دیسک سریع‌تر هست به نظرتون؟ خب ببینید رم یک استوریجه که سرعت دسترسی به اطلاعات داخلش از سرعت دسترسی به اطلاعات توی رم بیشتره، هارد دیسک بیشتره. سرعت دسترسی به اطلاعات توی رم از سرعت دسترسی به اطلاعات توی هارد دیسک بیشتره. بخوایم یه مقایسه هم بکنیم، در حد مقایسه نانوثانیه و میلی ثانیه است. توی رم سرعت دسترسی به اطلاعات توی رم در حد نانوثانیه است. فکر کنم حدود 100 نانوثانیه باشه. و سرعت دسترسی به اطلاعات روی هارد میلی ثانیه است. خب اما رم، این نکته در نظر داشته باشید که رم چیه؟ رم یک تمپورری استوریجه، یک استوریج موقته. رم دیتا رو تا ابد نگهداری نمیکنه. با قطع برق دیتایی توی رم پاک میشه، مثل هارد دیسک نیست. خب ما میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ ما هدفمون چی بود؟ توی اسلاید قبلی دیدیم که میخوایم سرعت دسترسی به اطلاعات رو ببریم بالاتر. از روی دیسک میخوندیم، از روی هارد دیسک میخوندیم. اما اینجا دیدیم که رم سرعتش بالاتره، ولی یه مشکلی داره. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که دیتا رو به صورت موقت ذخیره میکنه. خب ما میتونیم بیایم این دوتا رو با هم ترکیب کنیم. بیایم بگیم که خب چون رم اطلاعات رو موقت ذخیره میکنه، من به عنوان استوریج موقتم ازش استفاده میکنم و هارد دیسک هم به عنوان مین استوریج استفاده میکنم، استوریج اصلی استفاده میکنم. و میام چیکار میکنم؟ و میام دیتا هایی که توی هارد هست رو توی رم کپی میکنم و سری بعدی به جای اینکه بیام از روی هارد دیسک مستقیم بخونم که سرعت دسترسی بهش در حد میلی ثانیه است، میام از این واسطی که گذاشتم، از این رمی که گذاشتم، از این رم میخونم. سرعت دسترسی بهش در حد نانوثانیه است. خب و کلا دیتا هایی که خیلی ازشون استفاده میکنم و هی دارم میخونمشون از روی هارد دیسک رو میام توی رم ذخیره میکنم و سریای بعدی دیگه به جای اینکه از هارد دیسک بخونه، از رم میخونه به همین راحتی. خب اینجا رم ما میشه استوریج موقتیمون، تمپورری استوریجمون، و میتونیم بهش بگیم کش، یا بهتر بگیم مموری کش. این مموری کش. پس ما حالا با یک مثال متوجه شدیم که کش چی هست و به صورت خاص مموری کش چی هست. پس حالا یک مرور دیگه بکنیم
کش چیه؟ کش چیزی جز یک استورج موقتی نیست که ما دیتامون رو روش ذخیره میکنیم برای اینکه بتونیم اکسس تایم بالاتری بگیریم، اکسس تایم بهتری بگیریم. خب توی مثال دیدید که ما میلی ثانیه رو تبدیل کردیم به نانو ثانیه. مثال هایی از این مموری کش. ردیس یک این مموری کش میتونه به عنوان یک این مموری کش میتونه استفاده بشه و مثال بعدیش هم ممکشت است. ممکشت هم باز یک این مموری کش دیگه هست که میتونیم استفاده کنیم ازش. چرا کش استفاده میکنیم؟ یک، به خاطر اینکه رسپانس تایم رو کاهش بدیم، سرعت دسترسی به اطلاعاتمون بره بالاتر. دو، به خاطر اینکه با این کاری که ما انجام میدیم و یک لایه واسط میذاریم بین خودمون و هارد دیسک، داریم بار رو از روی مین استوریجمون برمیداریم. بار رو داریم از روی هارد دیسک کم میکنیم و میبریم روی رم. کجاها استفاده کنیم از کش؟ معمولا سریع‌ترین جایی که به ذهن آدم میرسه اینه که بیایم بین وب سرورمون و دیتابیسمون یک لایه کش قرار بدیم. ما میدونیم که وب سرورمون برای اینکه به درستی عمل کنه داره کوئری میزنه به دیتابیس. کوئری زدن به دیتابیس یعنی عملا داریم به اطلاعات روی یک هارد دیسکی مراجعه میکنیم. خب داریم به اطلاعات روی اون هارد دیسک مراجعه میکنیم، به دیتا رو میگیریم و دیتابیس اون برمیگردونه. بنابراین ما میتونیم بین لایه وب سرورمون و دیتابیسمون یک لایه کش قرار بدیم. برای چی؟ برای اینکه اولا اینکه فشار رو از روی دیتابیس برداریم. دوم این که سرعت رو ببریم بالاتر، سرعت پاسخگویی رو ببریم بالاتر. حالا توی دیاگرام اینا رو میبینیم. و حالا اینجا کلن یک قانون کلی اینجا نوشتم. وقتایی که شما یک مین استوریج دارید و میخواید بار رو روی این مین استوریجتون کم کنید و سرعت رو ببرید بالاتر، میتونید بیاید یک لایه واسط بذارید و از یک استوریجی با سرعت بالاتر استفاده کنید و بنابراین کلا میتونید این زمانها از کش استفاده کنید. حالا زیاد ذهنتون درگیرش نکنید، توی شکل با هم دیگه میبینیم. پس ما توی دیاگراممون میخوایم یک سروری اضافه کنیم که بشه لایه کشمون، اطلاعات رو به صورت موقت ذخیره کنه، فشار از روی دیتابیس کم بشه و همینطور سرعت دسترسی به اطلاعاتمون بره بالاتر. اینم یه خلاصه هست که خلاصه به این شکل است که حالا میخوام یه جمع‌بندی کلی بکنیم قبل از اینکه بریم سراغ دیاگرام. وقتی میایم کش استفاده میکنیم رسپانس تایم سرور کاهش پیدا میکنه، بهتر میشه. خب و بار روی دیتابیس کمتر میشه. بنابراین وقتی بار روی دیتابیس کمتر بشه، رسپانس تایم بره بالاتر، سیستممون اسکیلبل تره. همین راحتی. حالا بریم کش رو به سیستمی که داریم اضافه کنیم. خب بریم کش رو دیاگرام اضافه کنیم. این دیاگرامی که الان دارید میبینید، دیاگرامی است که توی قسمت قبلی تکمیلش کردیم. دیدیم که چند تا وب سرور داریم، یک مستر دیتابیس داریم و دیتابیس های اسلیوی داریم که داریم اطلاعات رو از روی اینها میخونیم. حالا ما میخوایم یک لایه اضافه کنیم اینجا که باز کوئری هایی که میره سمت این دیتابیس های اسلیومون کمتر بشه و همینطور سرعت پاسخگویی وب سرورمون کاهش پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی یک یوزر اومده ریکوست داده به این وب سروره، وب سرور یک کوئری میخواد بزنه به دیتابیس. کوئری که میزنه میره روی یکی از این اسلیو دی بی ها و این اسلیو دی بی ها هم خب مین استوریجشون هارد دیسک دیگه. هارد دیسک میخوان اطلاعات از روی هارد دیسک بخونن. اطلاعات رو میخوان از روی هارد دیسک بخونن. سرعتش پایینه دیگه. چند میلی ثانیه طول میکشه تا این جواب بده. ما میخوایم یه کاری کنیم که وب سرور کوئری که زد در حد نانو ثانیه جواب بگیره. بنابراین
یک لایه‌ای میتونیم اضافه کنیم به اسم کش. خب حالا بریم دیاگرام این قسمت رو ببینیم، دیاگرامی که توش کش رو هم اضافه کردیم. خب همون دیاگرامه، فقط اگه دقت کنید این قسمتی که ما داریم رید اپریشن هامون میفرستیم سمت دیتابیس های اسلیو، یک لایه اضافه شده. همونطور که اینجا میبینید وب سرورامون رید اپریشن هاشون اول میاد از یک لایه کش میگذره. حالا اینها چی هستن رو بهتون توضیح میدم، ولی فرض کنید این به صورت کلی یک لایه کشمونه. وب سرورامون میان رید اپریشن هاشون رو میزنن به لایه کشمون و اتفاقی که میفته اینه که وقتی رید اپریشن ها میاد سمت لایه کشمون، لایه کشمون نگاه میکنه ببینه آیا اون دیتایی که یوزر، یعنی در حقیقت اون دیتایی که وب سرور درخواست داده توی کش وجود داره، توی رم وجود داره یا نه. اگه توی رم وجود داشت همین الان پاسخش میده، به جای اینکه بخواد بره توی دیتابیس اسلیومون نگاه کنه، همینجا بهش پاسخ میده دیگه، این تیکه رو رد نمیشه. یه بار دیگه بررسی کنیم. وب سرورمون یه کوئری میزنه، کوئریه اول میاد میرسه به این لایه کشمون، چون ما دیگه لایه کش رو اضافه کردیم دیگه، مستقیم وب سرورمون به دیتابیس کوئری نمیزنه. وب سرورمون کوئری که زد میاد توی لایه کش، توی لایه کش بررسی میشه که آیا رسپانس اون ریزالت اون کوئریه توی کش موجود هست یا نه. اگه موجود بود که خود این کشه به وب سرورمون پاسخ میده، دیتا رو، ریزالت اون کوئری رو بهش برمیگردونه. اگه اینجا موجود نبود میره توی دیتابیس نگاه میکنه، توی دیتابیس اسلیومون نگاه میکنه ببینه اون کوئری جواب داره یا نداره. خب جوابو که از اون دیتابیس ها گرفت، از اون اسلیو دی بی ها گرفت، میاد این کشه تو خودش ذخیره میکنه، جوابو تو خودش جواب رو ذخیره میکنه و رسپانس رو برمیگردونه به وب سرور به همین راحتی. حالا قضیه این سه تا باکسی که کشیدم اینجا چیه؟ نوشتم مستر کش، کش رپلیکا، کش رپلیکا. خب فرض کنیم که اینا رو نداشتیم، من اینا رو از اینجا میارم میبر، مثلا نداریمشون. خب فرض کنیم لایه کشمون یه سرور خالی بود، حالا من اینم بکنمش کش. خب فرض کنید لایه کشمون یک سرور خالی بود و وب سرورامون کوئری که میزدن اول میرفت توی کش رو نگاه میکرد، بعد توی دیتابیس رو نگاه میکرد. خب حالا اگر این کش داون بشه چه اتفاق میفته؟ ما عملا دیگه کش نداریم. این سرور کشمون اگه داون بشه ما دیگه کش نداریم، داریم به روش قبلی مستقیم کوئری میزنیم به دیتابیس، کش نداریم دیگه. و این تک سرور ما که کش ما هست میشه سینگل پوینت آف فیلیرمون. البته حالا بذارید بهش بگیم سینگل پوینت آف فیلیر، یا حالا بگیم بهش باتل نکمون، نمیتونیم بهش بگیم، ولی این میشه سینگل پوینت آف فیلیرمون. اگه این داون بشه دیگه ما کش نداریم، سرعت کوئریامون میره بالا، چون وب سرور نمیتونه از کش استفاده کنه، مجبور مستقیم کوئری بزنه به دیتابیس های اسلیومون، در حد چند میلی ثانیه طول بکشه تا جوابو بگیره. بنابراین ما این لایه کشمون اگه یه دونه باشه کارمون به مشکل میخوره. خب چه راه حلی به ذهنتون میرسه؟ همون راه حلی که ما توی دیتابیس هم استفاده کردیم. راه حلمون چه بود؟ رپلیکیشن بود. ما بیام یه دونه مستر کش قرار بدیم و چند تا کش رپلیکا داشته باشیم. به این شکل میتونیم لایه کشمون رو هم از سینگل پوینت آف فیلیر بودن در بیاریم به همین راحتی.
خب حالا بخوایم یه مرور کلی داشته باشیم روی دیاگراممون، روی سیستمی که طراحی کردیم. خب از همون اول بررسی میکنیم حالا برای اینکه یادآوری هم بشه. یوزر میاد ریکوست میزنه، حالا اول example.com رو باز میکنه، مثلا DNS سرورش بهش IP میده، IP لود بالانسر رو میده، لود بالانسر ریکوست رو به یکی از این وب سرورها ریدایرکت میکنه و وب سرورمون با توجه به نیازش میاد کوئری میزنه به دیتابیس. قبل از اینکه کوئری بزنه به دیتابیس وب سرورمون میاد کش رو بررسی میکنه، ببینه اون کوئری که میخواد بزنه ریزالتش توی کش هست یا نه. اگه توی کش بود که خود این کشه بهش ریزالت رو میده به وب سرورمون. وب سرورمون هم پردازش ها رو انجام میده و دیتا رو برمیگردونه به یوزر. حالا اگر کشمون دیتا توش موجود نبود، وب سرورمون مستقیم به دیتابیس های اسلیو کوئری میزنه، دیتا گرفته میشه و توی لایه کشمون توی رممون ذخیره میشه و رسپانس به کاربر یعنی به وب سرور برگردونده میشه به همین راحتی. خب امیدوارم که تونسته باشم واضح توضیح داده باشم. حالا یه نکته اینجا بهتون بگم، من گفتم که این لایه کشمونه، درسته؟ گفتم که وب سرورمون کوئری میزنه به این لایه کش. اگه دیتا توی کش موجود بود که همونو برمیگردونه. اگه دیتا توی کش موجود نبود، کوئری ارسال میشه از سمت وب سرور به اسلیو دی بی ها، رسپانس گرفته میشه توی لایه کش ذخیره میشه و بعد دیتا برگردونده میشه. این یه مدل کشه. مدل های کش دیگه هم داریم که حالا من توی ویدیوهای جدا کلا کش رو به صورت کلی بررسی میکنم و مدل های مختلف کش کردن اطلاعات رو بهتون میگم. منتها تا اینجای کار ما سیستمی که طراحی کردیم لود بالانسر داره، چند تا وب سرور داره، لایه کش داره بین وب سرورها و دیتابیس، دیتابیس های اسلیو داره و دیتابیس مستر داره. الان سیستممون تا یه حدی اسکیلبل شده. حالا توی قسمت بعدی میریم سراغ CDN. حالا CDN چیه؟ CDN هم میتونیم به عنوان یک کش در نظر بگیریمش. خب CDN رو هم میتونیم به عنوان یک کش در نظر بگیریم، ولی برای چه فایلایی استفاده میشه، برای چه کاری استفاده میشه توی قسمت بعدی میبینیم. مرسی که همراه هم بودید. فعلا خدا نگهدار.